آهنگ عشقی لیما امیری با حسام فرزان که اصلا باورتان نخواهد شد. لیما امیری بالاخره هنرمند شد. رفتار جالب لیما امیری با حسام فرزان و آهنگ جدید لیما امیری با حسام فرزان چی تاریخ نشر خواهد شد. رازهای ناگفته زندگی جنجالی لیما امیری در کانادا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. امیری یکی از مجریان موفق، توانا و یکی از چهره‌های مشهور در هنر موسیقی افغانستان و جدیداً می‌خواهد هنرمند شود. هرچند لیما امیری یکی از چهره‌های خوب در رسانه‌های افغانستان بوده است، شهرت و محبوبیت بسزایی دارد. علاقه‌مندان و طرفداران لیما امیری در افغانستان بیشمار بوده است و از طفولیت در رسانه‌های افغانستان فعالیت‌های خودش را آغاز کرد و توانست شهرت خوب هم کسب کند. لیما برای یک مدت کاملا دور از هنر موسیقی و رسانه‌ها به دور بود، ولی دوباره با اشتراک در برنامه‌های مختلف در تلویزیون جهانی باربود موزیک و فضا دوباره برنامه‌های رسانه‌ایش را آغاز کرده است و در عید گذشته آهنگ هم برای دوستداران و طرفداران صدایش سرود. و این تازگی‌ها لیما امیری می‌خواهد با حسام فرزان هنرمند کشور آهنگ دوگانه‌ای ثبت کند. این آهنگ دوگانه لیما امیری با حسام فرزان قرار است عشقی باشد. این همه در حالی است که رابطه عجیب حسام فرزان با لیما امیری همواره باعث نقد شدید شده است، ولی حسام فرزان هم در کشور کانادا زندگی می کند و یکی از کارمندان خوب تلویزیونی طلوع بود. ولی ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا داریم و در انتظار نشر این آهنگ جالب و دیدنی لیما امیری با حسام فرزان خواهیم بود. همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لیما امیری و حسام فرزان به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.